اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارح. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قسم به آسمان دارای برج ها و قسم به روزی که وعده شده و قسم به گواه و چیزی که مشاهده می شود. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هلاک شدند اهل خندق، آتش دارای هیزم بسیار، هنگامی که در کنار آن نشسته بودند و آنچه را بر مسلمانان می کردند با خونسردی مشاهده می نمودند. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهید. از آنها انتقام نمی گرفتند جز اینکه با خداوند صاحب قدرت منی و ستوده ایمان آورده بودند، ذاتی که پادشاهی آسمانها و زمین از آن اوست و خدا بر هر چیز گواه است. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بیگمان آنانی که مردان مسلمان و زنان مسلمان را زجر دادند و توبه نکردند برای ایشان عذاب دوزخ است و برایشان عذاب آتش سوزان است. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. و بیگمان آنانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند برای ایشان باغ‌هایی است که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد و این است پیروزی بزرگ. این بطش ربک لشدید. حقا که گرفتار کردن پروردگار تو چون کسی را گرفتار کند شدید است. اینه هو یبدئ و یعید و هو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. واقعا هم اوست که از اول می‌آفریند و زندگی را اعاده می‌کند و اوست آمرزگار و بسیار دوست دارنده، صاحب عرش با شکوه و جلال، هرچی را بخواهد انجام دادنی است. هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود. آیا برایت داستان لشکرها آمده است؟ لشکرهای فرعون و ثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. ولی با این هم کافران در تکذیبند، یعنی کارشان تکذیب است و خداوند از عقبشان بر آنها احاطه دارد. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. نه چنان است که کافران میپندارند، بلکه این قرآن است مجید، یعنی با شکوه و با عظمت و در لوح محفوظ قرار دارد. صدق الله العظیم. خداوند راستگوی بزرگ است.